نمیخوام توی این ویدیو راجع به رنگ مو حرف بزنم. خب واقعا دیگه نمیخوام راجع به رنگ مو حرف بزنم. و اگه حس میکنید که خیلی قیافم گرفته شده یا داره بهش نمیاد این رنگ، درست فکر میکنید، ولی این با شستشو رنگش بازتر میشه. خب چون بیس موهام روشن بوده و من خسته شده بودم دیگه از رنگ موی نارنجی و اینطوری بودم که دفعه قبلم دوباره رنگ کردم، دوباره بعد از اینکه فیلم برداری کردم دوباره یه دور دیگه هم نارنجی کردم و دیگه نارنجیه یه دست نمیشد و دیگه خودم خسته شده بودم از نارنجی. به خاطر همین اینطوری بودم که موهامو تیره کنم، یه تیره‌ای بکنم که وقتی موهای خودم در میاد با اون تیره هماهنگ باشه، خیلی اختلاف نداشته باشه. به خاطر همین این رنگو گذاشتم که میبینید یه سرمه‌ای خیلی خوشگله. حالا سرمه‌ای رو چجوری در آوردم؟ یه آبی تیره رو با دودی تیره ترکیب کردم. نمیخواستم سرمه‌ای بشه، میخواستم زردی و قرمزی موهامو بگیره. از چت جی پی تی پرسیدم، گفت اگه آبی ترکیب کنی با رنگ موهات این حالت نارنجیه رو دیگه کلا از بین میبره و قهوه‌ای هم نمیشه و احتمالا مثلا یه توناژ خنثی خاکستری بگیره. ببینید این بالاها یه ریشه موها مشخص باشه که نیست، یه حالت خاکستری داره که وقتی که پایین موهام مثلا موهام بلند شه پایین موهام روشن‌تره و توناژ خاکستری اینا میتونه پیدا کنه. نمیدونم چی بشه دیگه خلاصه، ولی یه کاری کردم که دیگه نتونم روشنش کنم. بعد ابروامو تیره کردم که ببین اصلا بهم نمیاد، یعنی اصلا باورم نمیشه یه قیافه اورجینالم این شکلیه یا ابرو دارم انقدر. و اومدم یه خط چشم کشیدم امروز بعد از مدت ها که خب اصلا خوب در نیومد. آرایشم اصلا خوب نیست، خیلی آرایش ایدئالم نیست، ولی به هر حال سلام، من دوباره قیافم عوض شد. امروز میخوام خونه رو تمیز کنم، تیشرت هم عوض میکنم قطعا چون نوعه، نمیخوام خراب بشه، ولی فقط ببینیدش که چقدر خوشگله و گرمم هست، مثل زمستون و پاییز گرفتمش. میخوام ملافه‌های روی تخت رو ببرم بندازم تو ماشین لباسشویی، اتاق به هم ریخته تمیزش کنم، جارو بکشم و کلا قرار خونه رو تمیز کنیم دیگه. بریم با هم موتیو باشیم و خونه رو تمیز کنیم. خب بچه بذارید یه چیزی رو بهتون نشون بدم. من این شلواره رو که الان با دمپایی اصلا خوب نیست به قیمت خیلی گزاف خریدم، 2 میلیون تومان. البته الان دیگه واقعا همه شلوارا همین قیمتن و اصلا خوب نیست قیافش. آره و اینجوری بودم که و دکمه‌ش هم کنده شد همون اولین باری که آوردم خونه و خواستم بپوشم برم بیرون. حس می‌کردم که با یه مثلا تاپ تیشرت چیز خوب میشه، ولی الان که نگاش میکنم واقعا دوستش ندارم. حالا احتمالاً ببین به من نمیاد، خب باید آدم قد بلندتری باشه. این آشغال چیه من تو خونم و میخوام کوتاهش کنم، یعنی از اینجا بزنم حالت شلوارک بشه چون بالاش واقعا خوب میسته میبینین ولی با دکمه بزنم براش و از این قسمت بالاش استفاده کنم. حالا من پایینشم خیلی دوست دارم ببخشیدم با دمپاییم واقعا بچه‌ها شرمنده وسط تمیز کردن اتاقم. خب ولی پایینش هم میبینید چه حالت باحالی داره، پاچه هاش روی مثلا کفش و بوت و اینا میتونید تصور کنید چقدر خوب میشه. دارم فکر میکنم که از بالاهاش هم از اینجاش هم یه استفاده بکنم.
حالا یه ایده به ذهنم رسید که بیام اینو از اینجا قاچ کنم، خب، و اینو بدم اینجوری بدوزم. یا اینکه شماها میتونید این شلوار از من بخرید که پولش رو برگرده تو جیبم، چون من باید بالاخره یه جوری این کوفتی رو بپوشم. خب پس این شلوارم رو ببینید و نظرتون رو راجبش بهم بگید. خیلی خوشگله، واقعا خوشگله، ولی تو استایل من نیست. I don't know what to do. Oh my god. آینه‌مو تمیز کردم، برق میزنه. ببین همیشه یه ردی اینجاها هست هر کاری که بکنی. قراره که توی تولید محتوایی که از دوستان بهش کمک کنم. بچه چجوری آدم‌ها از توی آینه ویدیو میگیرن و حرف میزنن؟ بعضی کافی نزدیک نمیتونم باشم بهتون. Oh my god. Oh my god. یه سری به ویدیو اونوری کنم دوربینو. یه سری به ویدیو قبلی هیت داده بودن که من انگلیسی داشتم حرف میزدم و اصلا خوب بود. چرا؟ با دست که من میگم Oh my god. چه اشکالی داره؟ یا مثلا به انگلیسی میگم از خودم متنفرم I hate myself. و اینا بچه‌ها به خاطر نیست که من دارم ادا در میارم، به خاطر اینه که من دارم مسخره میکنم. موامو اینجوری بستم شبیه ایرن یگر شدم. بچه‌ها من همش به این فکر میکردم که چه ویدیوهایی براتون بگیرم. باید فهمیدم که من خیلی شما رو کم وارد دیتیل میکنم، یعنی اصلا تقریبا هیچی رو بهتون نشون نمیدم. به خاطر همین تصمیم گرفتم یه مقدار از این بعد مثلا همه کمدمو، همه شلوارامو، همه لباسامو، همه پیرنامو، تمام لباسای زمستونی و پاییزیمو، کفشامو، کیفامو، چون بچه‌ها من واقعا عاشق لباسم. یعنی 80% پولی که من در میارم داره هزینه لباس میشه و همش هم لباس میخرم. یعنی اصلا نمیدونم چرا اینطوریه ولی خیلی لباس میخرم. حالا میخوام امروز کیفامو بهتون نشون بدم. این ویدیوهایی رو دیدین که توش میگه مثلا توی کیفت چی میذاری، که توی ویدیوها میگن که من چه چیزایی توی کیفم نگه میدارم. حالا خود من خیلی چیز خاصی نگه نمیدارم. یعنی مثلا وقتی دارم از خونه میرم بیرون کارتامو، شارژر و تبلت و گوشیمو برمیدارم، یعنی همین، یعنی و کلید، چیزای خیلی ضروری، و بعد برمیگردم کیفام خالی میکنم. ولی الان میخوام کیفامو نشونتون بدم. این کیفه که اینجوریه یه کیف خیلی قدیمیه که من فکر کنم 15000 تومان خریدمش وقتی که خیلی بچه بودم و خیلی با دوامه و یه مدت طولانی توی خونه به عنوان بگ انباری وسیله مثلا کاموا توش میذاشتم گوشه خونه، چون رنگش خیلی خوشگله و به اتاق میتونه انرژی بده. و این یه دونه کیفمه. یه دونه کیف دیگه دارم، این که 700,000 تومان خریدم. راستش رو بخوام بهتون بگم خیلی چیزای لاکچری قرار نیست تو ویدیوهای من ببینید. و یه کیفیه که خیلی سبکه، توش تبلت هم میتونم جا بدم و خب من خیلی برام مهمه وقتی از خونه میرم بیرون بتونم با خودم آیپدمو ببرم. به خاطر همین یه کیفی میخوام که اینجوری باشه و کوله باشه ترجیحاً، چون که حمل کوله خیلی راحت تر. مثلا من میخوام اینجوری تو دستم بگیرم خیلی سخته، بعد به استایلم هم نمیاد. اصلا معمولا استایلام کژوال و اسپورته و مثلا استایل کلاسیک نیست که بتونم یه کیف کلاسیک شیک ببرم با خودم بیرون. به خاطر همین یه کیفی میبرم که فقط برای حمل و نقل باشه. و یه کیف تمام چرم داشتم قبلا که قهوه‌ای بود و انقدر ازش استفاده کردم که دیگه پوسی شد و خراب شده. حالا نمیدونم کجاست، اگه پیدا کردم تو ویدیو بهتون نشون میدم، ولی این الان جایگزین اونه. جایگزین اون. کیف دیگه دارم، این کیف بمبمه. ببین اینو خریدم 1,200,000 تومان و نمیدونم چرا انقدر قیمتای خوب تو کیف پیدا میکنن و باورم نمیشه که یه سری آدم مثلا میان 20 میلیون میدن یه دونه کیف انقدی میخرن. چرا این کار میکنی؟ اسکول، خیلی خوش به حالت که انقدر پول داری. ولی آره من این کیف رو 1,200,000 خریدم. بعد خیلی باحاله، چمدونیه. این قسمتش مثلا وقتی میخوام برم مسافرت 1-2 روزه مثلا برم تهرانی جایی، اینو با خودم میبرم. بعد درش اینجوری باز میشه، توش میتونی یه عالمه وسیله بچینی و یه قسمت خیلی خوبش اینه که پشتش جای لپتاپی داره اینجا این شکلی
و وقتی که کار تموم شد و وسیلاتو چیدی میتونی این کناراشو اینجوری ببندی که به زیپاش فشار نیاد و آسیب ببینه و کوله است و تازه این پشتش هم یه دونه جیب داره که خیلی این جیب کاربردیه اینجا و کوله مورد علاقمه. گاهی وقتا هم باش باشگاه میرم. کوله مخصوص باشگاه ندارم، چیزی که برای باشگاه باشه اینا، ولی خب معمولا مثلا کفش و اینامو داخل این راحت جا میشه چون خیلی بزرگه و واقعا به درد بخوره. اینم کولم دیگه 2 سال پیش گرفتمش، این شکلیه و الان اهداش کردم به خواهرم. بچه چرا صدای دعواتون میاد؟ با هم همه کارا رو کنید دیگه. اینم کیف خواهرمه که مال باشگاهشه. مرزی خیلی حرفه‌ای ورزش میکنه، چندین ساله و مسابقه هم داده به خاطر ورزشش و اینا و حقشه که یه دونه کیف چرم خیلی جدی ورزشی داشته باشه. دیگه کیف اینجا دارم چیزی، این کیف هم هست، یه کیف مشکی ساده کوچولو برای مثلا که فقط واقعا هیچی توش جا نه، یعنی حتی گوشیم هم تو این جا نمیشه، مثلا یه روژ لبی چیزی داخلش بذاری برای مراسم ها مثلا اینو اینجوری بگیری دستت با خودت ببری. اینم 2 تا دیگه از کیفام، یه دونش این کیفمه که کیف مورد علاقمه. ببینید این کیف رو چرم طبیعیه، نمیدونم اون شدم طبیعی نیست، ولی اینو هم خیلی ارزون خریدم، 500,000 تومان. خب یه دونه کیف مونده بود توی مغازش و اینجوری له شده بود و اینجوری بود که از این مدل فقط همین یه دونه رو دارم و ته یه سری یه دونه سبد بود که مغازه که فروشیه یا عالمه کیف قدیمی داخلش ریخته بود و این ته سبده اینجوری چسبیده بود. خب و ببینید خیلی خیلی قدیمیه ولی قشنگ معلومه که مثلا مال عهد دقیانوسه و یارو به من گفت این چرم طبیعی و فلان و اینا خیلی کیف خوبیه. نمیدونم ولی من از این حالت شل بودنش و نرم بودنش و زیبا بودنش و قدیمی بودنش خیلی خوشم میاد. اینکه جیب پشتیش هیچی هم داخلش نیست، این جیب پشتیشه، بزرگترین جیبشه و این جلو هم یه دونه جیب دیگه داره که این شکلیه و خیلی خوبه، قشنگ گوشی رو میندازی توش، کلید، نمیدونم همه چیزای مورد نیازم به جز تبلت میتونم داخلش بذارم، مثلا خریدی چیزی میرم اینو اینجوری میندازم و باش میرم بیرون و خیلی دوستش دارم. این کیف مورد علاقه بین همه کیفایی که بهتون تا الان نشون دادم، خیلی خیلی دوستش دارم. دوباره میگم ببین از نزدیک چقدر جالبه. یه کیف دیگه هم دارم، این کیفمه که گاهی وقتا با بعضی از استایل‌های یه ذره رسمی‌تر استفاده میکنم و من کیفایی که توشون اینجوری چیز مثلا حالت پفکی طور داره و انگار توش پر از خرت و پرته و مثلا هی باید اینجوری کنی، خیلی دوست دارم. یه کیف مامانو میندازه منو و یه جیب 2 تا جیب اینجوری 2 تا سکشن داره، این طرفش و این طرفش یه دونه زیپ داره و 2 تا جیب کنارش داره. کیف 2 میلیونی من ندارم، خب اصلا ندارم و اینجا هم درش از این ور باز میشه دیگه. الان ندارم کیف دیگه. یه کیف دیگه دارم، کیف صورتی گوگولی مگولی بوگولی، میتونه خوشگل باشه و من دوستش دارم خیلی، ولی خیلی وقتی که ازش استفاده نمی کنم. یه ذره رنگش روشن بوده، کثیف شده، برای لایف استایل من مناسب نیست ولی گوگولیه. اینو هم 1 خورده خریدم. خب بچه پیداش کردم. این کیفم هم یه کیفه خیلی 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 قدیمیه، داخلش این شکلیه، نمیدونم چیزی باید بهتون نشون بدم. ببین و من با این دبیرستان رفتم، شهرمو عوض کردم، کنکور دادم، همه کار، من همه جا با این کیفه رفتم و دانشگاه رفتم و اینجا شد اثرات دانشگاه که رنگ پارچه رو داشتم تست می‌کردم روش و ببین پودر شده ها، یعنی قشنگ این قسمت بالاش کهنه است ولی خیلی دوستش دارم، یعنی هنوزم کارت زیپش هم خراب نشده، یعنی ببین اصلا اینه چی کار میکنه، خیلی دوستش دارم، هیچی هم داخلش نیست. اینم آخرین کیفم. دیگه کیف فکر نمی‌کنم داشته باشم تو خونه، اگه پیدا کردم کیفمو بهتون نشون میدم.
خوشگله من، خوشگله بالا، موهات رنگ زغال. بچه الان چند روز بعد از اینه که من اون ولاگر رو ضبط کردم و من اون روز خونه رو تمیز کردم، ولی الان دوباره کل اتاق از هم پاشیده و من زندگیم کلا به فاک فن رفت. میتونم با راحت بشم به فن رفت، به فاک رفت. خب خانیمی من به گا رفتم. خب بیایید با هم راحت بشیم دیگه. اوکی. و میخوام این ولاگو تموم کنم اینجا تا دوباره که یه ذره زندگیم به حالت عادی برگشت دوباره بیام. یه سری اینجوریه که خب مشکل چیه، داستان چیه؟ هانی باور کن اگه میتونستم میمدم براتون تعریف میکردم ولی نمیتونم. خیلی شخصیه. خب خیلی شخصی و خیلی بد. اوکی. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. ببخشید که سر و ته نداشت. زود خوب میشم برمیگردم، دارم تلاشم میکنم. شاید بهتر باشه دیگه این جمله رو نگم که زود خوب میشم برمیگردم، چون اخیراً هر وقت اینو گفتم سریع 1 ساعت بعدش با یه تلفن کل زندگیم زیرو شده. الان یه ذره امروز حالم بهتره و دارم دنبال کارهای اداری قضایای مختلف کم مونده، مثلا داستانه ولش کن جنایی نکنیم. خب اوکی ولش کن. ولی آره مراقب خودتون باشین. امیدوارم که از پس زندگی بر بیاین. امیدوارم زنده باشین تا ویدیوی بعدی. من دوستتون دارم. بای بای. خدافظ. زود میام ان شاء الله. بای بای.